ایشون مارک در روستایی کوچک در کشور آمریکا چشم به جهان گشوده. مارک خیلی درس خون بوده و سرگرمی مورد علاقش هم کتاب خوندن بوده. درس میخونه، لیسانس شیمی میگیره. باز درس میخونه، فوق لیسانس شیمی هم میگیره. فوق لیسانس شیمی ارگانیک. من نمیدونم چی است، ولی گویا خوب چیزی است. خلاصه بعد از فوق لیسانس به عنوان محقق در یک سازمان مطالعات نمیدونم چی مشغول به کار میشه. یه روز از همون روزها با یه خانومی آشنا میشه و زارتی ازش خواستگاری میکنه و ازدواج میکنن و 4 فرزند به دنیا میآورند. گوگلی بگولی. همه چی خوب بوده. زندگی شیرین بوده. مارک خیلی همسرشو دوست داشته. 4 بچه سالم داشته. یه خونه خیلی خوب داشتن. وضع مالیشون خیلی خوب بوده. سالی 2 بار مسافرت‌های توپ میرفتن. از قضا فلک میبینه این همه خوشبختی مارک نظم طبیعت رو به هم میزنه. واسه همین ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن که ماسن مارک رو به غار فنا بدن. یه روز مارک داشته از سر کار پیاده برمیگشته خونه. یه ماشین میزنه بهش. ظاهرا هیچ چیش نمیشه، فقط سرش میخوره به جدول، حتی سرش نمیشکنه. سری میرسوننش بیمارستان. بعد از 2-3 ساعت میبینن حالش خوبه، مرخصش میکنن. ولی از فردای تصادف مارک همش سردرد داشته. واسه همین چند روز تو خونه میخوابه، مرخصی میگیره. همسرش بعدها میگه توی اون چند روز من برای اولین بار داشتم بدخلقی میدیدم از مارک. بعد از چند روز مارک حالش خوب میشه، برمیگرده به سر کارش. ولی کم کم اطرافیان متوجه میشن که مارک یه سری رفتارهاش تغییر کرده. توی محیط بیرون انگار از اون حالت آدم منزوی درونگرا در اومده بوده و دیگه اونقدر خجالتی نبوده. تو خونه هم اصلا حوصله سر و صدای بچه‌ها رو نداشته. مثل قبلا حوصله نداشته با بچه‌هاش بازی کنه و به همسرش هم کم محلی می‌کرده. بعد بعضی وقتا حرفای عجیب غریبی میزده. مثلا میگفته من میدونم مامانم مامان واقعیم نیست. مامانم منو از یه زن دیگه دزدیده. بعد از یه مدتی هم معلوم نیست چجوری به این نتیجه میرسه که خواهرش که فقط 8 سال ازش بزرگتره مادر واقعیشه. یه مدت هم گیر داده بوده که همسایه هامون دارن آب ما رو آلوده میکنن، واسه همین نه خودش آب میخورده نه میذاشته بچه‌هاش آب بخورن. بعد شروع میکنه فیلمای خاک بر سری دیدن. دیدی تو همه پرونده ها میرسیم به فیلم‌های خاک بر سری، خاک بر سرشون. بعد وقتی داشته فیلم‌های خاک بر سری میدیده اصلا براش مهم نبوده بچه‌هاش دور و برش هستن نیستن. همسر مارک هی به مارک اصرار میکرده بیا بریم دکتر، ولی مارک به هیچ عنوان راضی نمیشده.